سلام، به کانال رازهای طلا خوش اومدید. اینجا هر روز جدیدترین قیمت‌ها و تحلیل‌های دقیق بازار سکه و طلا را در اختیار شما قرار می‌دهیم. اگر به دنبال اطلاعات بروز و پیش‌بینی‌های حرفه‌ای هستید همراه ما باشید. قیمت و تحلیل امروز طلا 16 اسفند 1403. قیمت هر گرم طلای 18 یار 6,399,000 تومان. قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی 2914 دلار. قیمت سکه امامی 74,700,000 تومان. تحلیل بازار امروز بازار جهانی تحت تاثیر انتشار داده‌های اقتصادی آمریکا قرار گرفت. تقویت ارزش دلار و گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو باعث کاهش قیمت اونس طلا شده است. سرمایه‌گذاران همچنان نگران تورم و سیاست‌های پولی هستند که تأثیر مستقیمی بر روند قیمتی طلا خواهد داشت. در بازار داخلی ایران نوسانات نرخ ارز و انتظارات تورمی همچنان بر قیمت‌ها تأثیرگذار هستند. افزایش تقاضای فصلی برای طلا و سکه می‌تواند تا حدی از افت قیمت جلوگیری کند، اما در صورت کاهش قیمت جهانی احتمال اصلاح قیمت در بازار داخلی نیز وجود دارد. پیشبینی کوتاه مدت: در صورت تثبیت نرخ دلار در بازار داخلی احتمال کاهش شدید قیمت طلا کم است. در بازار جهانی اگر داده‌های اقتصادی مثبت باشد قیمت طلا ممکن است به روند نزولی خود ادامه دهد. سرمایه‌گذاران باید اخبار مربوط به سیاست‌های مالی و تغییرات نرخ بهره را به دقت دنبال کنند. قیمت‌ها در طول روز نوسان دارند، بنابراین برای دریافت جدیدترین تغییرات حتما ما را دنبال کنید. سابسکرایب کنید تا هیچ یک از تحلیل‌های روزانه و پیش‌بینی‌های مهم ما را از دست ندهید. مرسی از اینکه ویدیوهای ما را تا آخر تماشا می‌کنید و ما را حمایت می‌کنید.